بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز یکی از برادران تاجیک برای من لینکی را فرستاد و در آن لینک دیدم که یکی از علما صحبت میکنه و من حقیقتا با چهره ایشان آشنایی کامل نداشتم و بعد از آن فرستادم به یکی از عزیزان که ایشان کی هستند. فرمود ایشان حاجی میرزا هستند. من قبلا اسم ایشان رو شنیده بودم و صحبت‌هایشان رو شنیده بودم و در این ویدیو ایشان صحبت‌های عجیبی می‌کردند. من تعجب کردم. در 4 روز قبل ویدیویی ظاهراً در کانال شخصی خودشان، نمیدانم، ایشان پیرامون این مسئله صحبت می‌کردند که مردم را برحذر می‌داشتند که جوانان و نوجوانانشان را به کشورهای عربی و کشورهای مختلف برای تحصیل علوم اسلامی بفرستند. واقعا من تعجب کردم. میدانستم که در تاجیکستان این مسئله دید خوبی نداره، با عرض تأسف، خصوصا از طرف حکومت جباری که داره. و به هر حال من تعجب کردم، یعنی از شخصیتی مانند حاجی میرزا چنین حرفایی. ایشان نکات زیادی در ویدیوشان میگویند و میخوام که پیرامون این ویدیو حقیقتا یعنی گذرا یک سری مسائل رو بگم. اولا اینکه ایشان میگن چون افرادی هستند که تکفیر میکنن و افرادی هستند که چنین و چنان میکنن و اینها در کشورهای دیگر درس خواندن، بنابراین بین فرزندان خود را نفرستیم و میگویند که ما برای شما خیرخواه هستیم. جناب حاجی میرزا، امروزه شما میدانید که وضعیت تاجیکستان چه قسمی است. شما به جای این که جوانان را تشویق بکنید که برن کتاب الله و سنت پیامبر را یاد بگیرن، شما اونها را برحذر میدارید که برن به کشورهای دیگر یاد بگیرن. مگر شما در داخل تاجیکستان چون این مرجع قوی دارید که دین را کما حقه تدریس بکنه که جوانان را باز میدارید؟ ما همین وضعیت را جناب حاجی میرزا در افغانستان داریم و ای که کسی شما را تکفیر کرده، شما هم تکفیر کردید. من تعجب کردم. شما از یک طرف خودتان را مخالف تکفیر میگید، از طرف دیگر نامهایی را میگیرید و من یعنی واقعا متاسف شدم که از میان این نامها یکی شما نام مولوی یا شیخ ابو عبیدالله متوکل رحمه الله را گرفتید و میگید که اینها میگویند ما کافریم و مرتدیم و بعد میگید خودتان کافرید و مرتدید. یعنی احساساتی میشید. خب شما که بر ضد تکفیری هستید، یعنی تکفیر ناحق هدفم هست، خب خودتان هم که تکفیر کردید. این عجیبه والله. و ای که شما میید مثلا بعضی از مسائل دیگر را مطرح میکنید که اینها مخالف مذهب حنفی میشن. جناب حاجی میرزا، من خودم در مدینه منوره تحصیل کردم. من مخالف امام ابو حنیفه نیستم، بلکه امام ابو حنیفه را از سلف میدانم و جزئی از سلف میدانم و امامی از ائمه مسلمین میدانم. چطور میتوانم که من مخالف با امام ابو حنیفه باشم؟ من خودم در اونجا درس خواندم، اساتید را به خوبی میشناسم. درسته که در میان شاگردها افراد تندروی هستند، افراد با افکار و اندیشه های مختلف از کشورهایشان میآیند، چون از کشورهای مختلف در اونجا جمع میشن، ولی این دلیل نمیشه که اینها مخالفت با امام ابو حنیفه یا یعنی مخالفت به معنای دشمنی. بله، در مباحث فقهی، در مباحث اصولی، در مباحث عقیدتی، در مسائل مختلف میشه که شما بیاید دیدگاه یک شخص را، هیچ امامی، هیچ فرد جز رسول الله علیه السلام معصوم نیست، دیدگاه او را بر اساس منهج علمی و معیارهای علمی نقد بکنید بدون توهین و بدون دشنام و بدون حرفای دیگر. این که مشکل نیست. چرا بعضی از ماها ترس داریم که جوانان کتاب الله و سنت پیامبر را یاد بگیرن و مبادا از ما سوال بپرسند که چرا اینجا چون این است، چرا مخالف حدیث، چرا مخالف آیه هست؟ جواب داشته باشیم برای جوانان، به جایی که اینها را بر حذر می‌داریم تشویق بکنیم که برن یاد بگیرن. جناب حاجی میرزا، امروز شما میدانید که در تاجیکستان، در افغانستان، در کشورهای مختلف سکولاریسم، دموکراسی، زرتشتیت، رافضیت و امثال اینها در حال رشده
و هر کدام اینها فعالیت میکنن، بلکه همین جوانان تاجیک شما را فریب میدن، اونها را میبرن به ایران، شستشوی مغزو میدن، رافیزی اونها را میارن، اونها را زرتشتی میارن. چرا این مسئله را نمیپردازید جناب حاجی میرزا؟ چرا جلوگیری میکنید که جوانان برن در کشورهای دیگر یاد بگیرن و اینها با علم مسلح بشن و فردای تاجیکستان نه شما هستید، نه من هستم، نه کسی دیگر، همین جوانان خواهند بود، همینها خواهند بود و اون دموکرات ها و سکولار ها و ضد دین ها و زرتشتی ها و رافیزی ها و امثالشان. بگذارید که جوانان برن مسلح بشن، یاد بگیرن. ای که کسی شما را تکفیر کرده یا کسی دیگری را تکفیر کرده، با اونها وارد بحث بشید، گفتگو بکنید، دلیل بگید، دلیل بشنوید، امت را بیدار بسازید. من مخالف این مسئله نیستم. هر کس که هست بیاید حرفای من را هم نقد کنید، بگید تو اینجا اشتباه گفتی، من خوشحال میشم. و اگر کسی حرف شما را هم نقد میکنه ناراحت نشید. به حد ناراحت میشید که شما همون منهج را پی میگیرید، میایید افراد را نام میگیرید، حالا بقیه بماند. حالا شیخ ابو عبیدالله متوکل الله رحمتش کنه، یعنی اون کی شما را تکفیر کرده؟ کی شما را تکفیر کرده به صورت عینی که شما میگید خودشان کافر و مرتدن؟ همون تعامل کاملا موافق میل اونها را انجام میدهید. من میدانم که در داخل افغانستان، در داخل تاجیکستان، در جاهای مختلف افراد و جماعتها و گروهها و جوانانی هستند که نمیتونن درست قضایا را درک بکنن، پس بنابراین وارد صحنه میشن و با عرض تأسف یک تعامل نادرست و تعامل بچگانه انجام میدن، به جایی که مسائل را درست بسازن خراب میکنن. ولی از شما بعید جناب حاجی میرزا، ما از شما انتظار ما اینه و تمام ملت تاجیکستان، حالا من به عنوان یک برادر افغانیتان که از افغانستانم و میدانید که شما حتما اهل علم باشید، میدانید که ما در اسلام این مرزها رو نداریم. فرق نمیکنه که من از افغانستانم، شما از تاجیکستانی، از هر جایی که هستید. اسلام ما را جمع میکنه، ایمان ما را جمع میکنه. اگر کسی بر شما نقد میکنه بیاید نقدش کنید با دلیل، با منطق. ولی اینکه شما به صورت کلی به خاطری که یک نفری، چند نفری، چند جماعتی شما را تکفیر کردن، بد و بیرا گفتن، این واقعا شایسته شما نیست، در شأن شما نیست که بیایید مثلا چون این تعامل بکنید که نه فرزندانتان را نفرستید، از من بشنوید و فلان کنید. خب فردای جامعه تاجیکستان را به دست کی میسپارید جناب حاجی میرزا؟ وضعیت تاجیکستان را خودتان بهتر از من میدانید. شما در داخل تاجیکستان هستید، به خوبی میدانید این مسائل را. جوانان را تشویق کنید که برن یاد بگیرن، علم بیاموزن. یعنی نباید شما و امثال شما همصدا با حکومت بشن، همان چیزی را که حکومت میخواهه، که ملت تاجیکستان را در یک خواب خرگوشی قرار بده و بعد خودش زرتشتیت را ترویج بده، رافیزیت را ترویج بده، سکولاریسم را ترویج بده و هر چی که ضد اسلام خلاصه ترویج بده. امیدوارم که از این حرفای من ناراحت نشوید و من خواهش میکنم از برادران و خواهران تاجیک که این صدای بنده را به گوش جناب حاجی میرزا برسانید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.